فقط یک عمل در اسلام 1 به 700 و شاید هم بیشتر. اون چیه؟ اون انفاقه. سبحان الله، ما نمیفهمیدیم. 1 به 700. بله 1 به 700. آیا خداوند دوست داره بندگان سرمایه دار بشن یا نه؟ یکی از نامهای الله الغنی. طرف تو غنی است، غنای مطلق، غنای من و تو نسبی است. بعضی از عزیزان فکر میکنن هر کسی 5 میلیارد تو حساب بانکیش داره این سرمایه داره. این سرمایه دار نیست. تاجر بودن سرمایه دار بودن نیست. اگر تاجری از تاجر بودن به خیر بودن تبدیل شد، این سرمایه داره. تا دلت بخواد تاجر داریم، ولی همه گدا و گشنه، احساس میکنن که فقیرن، رسید بانکیشون رفته به اوج رسیده، نه یه ماشین برای خودش میخره، نه یه خونه درست حسابی، نه زن و بچهش دارن استفاده میکنن. بعضی هم اونقدر بزدل و ترسو هستن که در حیاتشون این همه دارن خیر نمیکنن. قبل از مردن وصیت کرده اگر من مردم 50,000 تومان به فلان مسجد. تو اگر جرأت و شهامت تعامل با خدا داشتی در حیاتت خیر میکردید. وصیت ارزشی نداره. مال میراث بره. بعد از مرگ تو جرأت پیدا کردید. مسلمانانی داریم تو بازار که برای شهرستانی که نمیشناسدش، اصلا نمیشناسه چه کاره است، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، روز رمضان سیگار هم میکشه، خودش هم میدونه، 200 میلیون 500 میلیون جنس بهش داده، چه کم ازش نگرفته، اعتماد بهش کرده. ولی خداوند میگه تو 100,000 تومان به من قرض بده. شب میره فکر میکنه اگه 100,000 تومان به خدا قرض دادم مالم نمیخوره. الله اکبر، خدا مالم نمیخوره. چی شدیم ما؟ به رب العالمین اعتماد نمیکنیم. میخوای یه آیه براتون بخونم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. این آیه قرآنیه. الله فریاد میزنه کدوم یکی از بندگان من حاضره به من قرض بده، قرض الحسنه بده، من اونو چند برابر افزایش میدم. فیضاعفه له اضعافا کثیرا. 500,000 تومان اعتبار خدا نمیکنیم.